إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر و ستایش بی‌حد میگوییم و از خداوند جل و علا طلب توفیق می نماییم که به هر یک ما و شما توفیق بندگی نصیب کند، زندگی با برکت و با سعادت و بندگی نصیب کند و همه ما را از تمام فتنه ها و بلاها و معصیت ها در پناه عصمت خویشش نگهبان باشد. این 10 روز ماه ذوالحجه را برای ما و شما، برای خانواده‌مون و برای وطن عزیزمون و برای تمام مسلمانان جهان مبارک و با برکت بگرداند. برادران عزیزم، چنانکه که شما آگاهید، دیروز جلسه شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و در آن قرار شد که روز جمعه 6 ماه آینده روزی عید قربان خواهد بود و امید خداوند جل و علا و آمد این روز مبارک و این عید با برکت رو برای همه شما و خانواده‌تون مبارک و تهنیت میگویم. برادران عزیزم، پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند: خیر یوم الدنیا الایام العشر. بهترین روزها، خیر الایام، بهترین روزهای دنیا این 10 روزی اول ماه ذوالحجه است. برادران عزیزم، که ما و شما در 3مین روزی ماه ذوالحجه قرار داریم و پیامبر محبوب آن گفتند در حدیث صحیحشان: و هیچ اجر و پاداش برابر، هیچ کار نیکی پاداشش برابر شده نمیتواند به این 10 روز. و پیامبر گفتند: ولی الجهاد فی سبیل الله، آیا جهاد در راه خداوند اجر و پاداشش به این عمل صالح در این 10 روز برابر شده نمیتواند؟ فرمود: ولی الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه خدا هم اجر و پاداشش به این نیکی کردن، سخاوت کردن، احسان کردن، از پدر و مادر دعای نیک گرفتن و خدمت کردن آنها و دیگر نیکی ها برابر شدن نمیتواند. پس این لحظه های طلایی است که باید مسلمان آن را غنیمت بشمارد و آن هر یک لحظه و هر یک دقیقه اش را خوب به منفعت خویش، به منفعت پدر و مادر مسلمانان باید سپری کند و دعاگو باشد. یک تبسمی که در این 10 روز میکنی اجر و پاداشش از تمام دیگر روزها بالاتر است. یک عمل صالحی میکنی، یک یتیمی رو دستگیری میکنی، دعای پدر و مادرت رو میگیری، خدمتی به پدر و مادر میکنی، خدمتی به وطن میکنی، یک راهی رو عبور میکنی، این اجر و پاداشش برادران عزیزم خیلی و خیلی زیاد است. پس برادران عزیزم، این فرصت ها رو غنیمت بشمارید.